سلام علیکم، حال شما چطوره؟ احوال شما چطوره؟ گرمای فکر کنم 42 درجه رو داریم الان، خیلی هوا گرمه و بهتون بگم که ضد آفتاب بزنید تا جایی که میتونید. اومدم که آمادگی پوست یا هم پوستسازی میکاپ تابستون رو بهتون بگم. خب دوستان، ضد آفتابی که میزنم چیه؟ ساین اسکین SPF 50 بدون چربی، مناسب پوستای مستعد جوش مثل من. برای میکاپ تابستون شما دیگه بر ندار هی کرم پودر رو چه میدونم پنکیک و اینا بزن به پوستت، چون بری بیرون پاتو از در خونه بذاری مثل بسن قیفیه، خیلی زیبا آب میشی میریزی. خب من الان چی زدم به پوستم تا دلت بخواد از اینا، به قول لورا تا دلت بخواد از اینا. و برای رژگونم هم رژ آرت اسکین شماره 4ش ترند تابستونی هم که در موردش صحبت کردیم، نو ماسکارا لوک الان ترند. ریمل نزنید، خیلی دارم تلاش میکنم ریمل نزنم امروز. شاید یه خط چشم مثلا رنگی بکشم. از این خط چشم آبی زدم پشت پلکم چون میخوام به چشام عمق بدم. چیکار میکنم؟ یک کوچولو سایه قهوه تیره برمیدارم اینجا میزنم، اینجا، چون که عادت داره چشام بریمه. میخوام یه کوچولو چیز کنم، خط چشم بکشم. خط چشم یه براش سر تخت اینجوری برمیدارم، رنگ تیره پالتمو برمیدارم، اینجوری خیلی آروم رفت و برگشتی تیره میکنیم چشامونو. که مثلا یه ریمل محوی زدی. خب مرحله بعد المرحله اللي بعدی کانتور استیتون رو برمیداریم. کانتور الان خیلی ضعیفم، پس منو جاج نکنید. آنلی گاد منو جاج بکنه اینجا. ببین الان همه چی خیلی خوبه، از خودم راضیم، ولی یه چیزی کمه. حس خوبی به ابروام ندارم چون من ابروام تارش ضخیمه. وقتی لیفت میکنم خیلی قشنگ‌تر میشه. این چه ترندیه آخه؟ اصلا من از این ترند پیروی نمیکنم، نه به بیجل ابرویی. والا خط لب محو اینجوری قشنگ حجم داد به لبم این حرکت. این ویده شماره 201. این فیلتر خیلی بیریخته، لبامو اینجوری میکنه. میذارم بدون فیلترشو.